سلام تماشابینا مخلصانی که نوشته بودند خورشید کیای آدرسش در کارن خودش در کارای دیدنش در کار در کجای حاضر خورشید قطعی خدمت نمیشه در بلندی 2700 متر از سطح بحر قرار داریم. خورشید هم همراه ما برای خاطر شما یک فلکی زنده آواز زنده مرحمت تماشا کنید. جان بالینی سرم سنگی تو را میمانم من خاکی تو را بدی دهام مالمه یک کشوریش تاجیکستانی عزیزه من در همه جا بانا میتونه بالمه قامتی چون سر بالا خم شود روزه بناگو دست بالا میکند ذکری الله میکند دست بالا میکند ذکری الله میکند این کوتالی سنگ کارتای میکردم چیده گلی را و بغل میکردم کمپیرای ده لخوه دور میکردم در آکندگی سبیلی جر میکردم ای دوست بکو ای تو رسیدن مشکل پای دری کو ای تو کشیدن مشکل جان در هوسی روی تو دادن آسان جان دادن روی تو ندیدن مشکل جان دادن روی تو ندیدن مشکل در تلاشی دین و ایمان نمیاد بیا ملوی من براش کم میکنم بولیده بیا کی بزمی نوروز رویم دل پرزی وفا و مهر روز شویم از برقی نگاهی چشمی محبوبه خیش پروانه صفت و شمی پیروز دویم پروانه صفت و شمی پیروز تلخیص میرفتن با تیاوش میکردن چند انسانو را این مثال عبای ما رها درگیازه اداره کشنگی نکنین عبای ما خدارمون آقاد رفتگی نکنین بوا میرن این هم یافتیم تلخی در ای همه راوی شرین راوی کلات در این اون امروز بیاد بر دیده ما زیایی نوروز رسید بر مرد و زن و پیر و جوان شادی در
جوان شادی در ایراکی نمی اولین آمده این های دیم رو وای که میخواه خداوند در بهار میگه انا اکی را که میگه او که قدی سنگورده وقت پاسخ هوایی کنه ایجا وقت رو بزن اگر سالی بزیر میمانه ایجا وقتش میگه سالی سیری شما موسیقی قدیم میتایی نمیدونی چند دیگر اینا خوب از مید اینم تک میدی اینه نگه اوپا رفتش فصلی بهار زمین آمده برو فیض سخابری زمین آمده شکری خدا پیوستی کامل یوغان شکری باقی چنین آمده برالمی مولای نوروز رسید بر دیده ما دیای نوروز رسید بر مرد و زن و پیر و جوان شادی در بیا اکا خرشید در خواب فلکا مرا بچر پیر جوان شادی در پرستیم و صفای نوروز رسید خیلی بچه ها جو معذرت میخوام بسیون که پیشتر رو اون ابده من کتالون در زور کیم سرمر گرنگی کندیم در جای رو کمولا کندیم من اکر روی نسته هشی نهیه بسم الله اگجاش میفهمی که روی نسته هشه این فقط چیزک شبالک داشته این شبالک های ای رو بو میشیدن پوچ پنجه یا بو یوغان نیست داشته بچه ها خبر نه نه وقتی نسر گوی نکنی نه حالی 20 سانتی متر جو میشه تای خوب او سر خوب که دیل با من نیامیزد پیشنهاد ویتامین یکم پری میگم گفتید تمام هایی پیشنهاد ویتامین نکی خوب است دوستادیش که تو دادم و آخر دل به او دادم شمه وزاید از شوخی باری چندین همه خلقی برسیم به دره حیرون مجد دیهنده سبب اساسیش انمی بود در سالی کشنگی ای چند سال پیش؟ فکر کلم سال بود سالی کشنگی کم سال وقتی اولای ریولوسیا سر سیویم بود سیویم هم بود سالی کشنگی سخت قحطی بود رای ماشین نبود مردم میومدن خودی کلوت بچه چی که انا همیشه کلوت دست انا همیشه کلوت همون ردی کلوت انا روی شیرین ترین همونجا میشود می آوردن در جوازک میچکیدن تای او میکردن؟ نه تای او نه میچکیدن نمیشوش شود؟ نه میچکیدن دیلای همین میگرفتن
بعد در بالای سنگ هم خیلی اینه دلاش اینه دلاش اینه انا می دلاش خیلی کلچه میکردن بالای سنگ نه اینا پوستش میکردن اینه پوست میکردن می دلاش فتیرچه میکردن در بالای سنگ افتو میکردم خیلی افتو چیزی و تلخیش هم میگرفتن در تنه تنور اونده می بستن بعد میخوردن زندگی این سببگاری مرگی چندین خلقی نمی نجات دهنده امی خلقی بوبیوی ما این هازی در دوره معاصر ایره در کار نیست برای که هازی اگه 1000 مرتبه شکری پروردگار شکری خدا شکری جناب عالی پیشوای ملت که چنانه که بزرگای ما برای پیشوای ملت چی گفتن از چهره‌ات شناسان امروز ملتی ما چون ملهم دوایی بر درد و علتی ما در نوری گرمی رویت فضل و فضیلتی ما کور از چشمی دشمن از قصری ملتی ما ای شوکت و شکوهی دربار تاجیکستان پشت و پناهی ملت پیشوای تاجیکستان پشت و پناهی ملت پیشوای تاجیکستان گل در چمنای زبی چکنای گل در چمنای زبی چکنای این کتای چکن زبی وطنای این کتای چکنای زبی وطنای زبی وطنای این کتای چکن زبی وطنای این کتای چکن زبی چکنای گل در چمنای زبی چکنای گل در چمنای کتای چکن چمن گل دیدم صد برگ گلی غرمش و سنبل دیدم در بزمی چکن گل با بدن جلوه کند رقصی کمر و ابرو و کاکل دیدم گل در چمنای زبی چکنای گل در چمنای زبی چکنای این کتای چکن زبی وطنای این کتای چکن زبی وطنای زبی وطنای این کتای چکن زبی وطنای این کتای چکن زبی چکنای گل در چمنای زبی چکنای گل در چمنای چکنم جانی منی از خارق و از خجند خطانی منی چون تیر کمان جان تو را بشناسد سیمای منی و تاجیکستانی منی گل در چمنای زبی چکنای گل در چمنای زبی چکنای این کتای چکن زبی وطنای این کتای چکن زبی وطنای زبی وطنای این کتای چکن زبی وطنای این کتای چکن زبی چکنای گل در چمنای
زبی چکنم